سلام و درود به همه شما دوستان عزیز. من باران هستم و خوش آمدید به کانال لرن ویت باران. اینجا با یکی دیگه از ویدیوهای آموزش زبان ترکی استانبولی با کتاب یعنی استانبول به بیر. اگه تازه به جمع بیننده های من پیوستید حتما این کتاب رو از اولین جلسه و اولین درس کتاب شروع کنید و قدم قدم با من همراه باشید. قصد دارید زبان ترکی رو یاد بگیرید و هنوز اول راهید، همین الان پلیلیست رو باز کنید و از طریق پلیلیست من کتاب استانبول آبیر، استانبول آیکی رو میتونید به صورت کامل اونجا دنبال کنید و به کتاب یعنی استانبول به بیر برسید. مطمئنم که با توجه به کامنت هایی که خیلی از دوستان لطف کردن و نوشتن، فکر میکنم خیلی کمک کننده بوده به کسایی که میخوان این مسیر رو طی کنن. پس شما هم این فرصت رو استفاده کنید و آموزش خودتون رو شروع کنید. امروز میخوایم صفحه 36 کتاب رو با هم جلو بریم و نکته گرامری که درش وجود داره رو بهش بپردازیم. لایک کردن رو فراموش نکنید و اینجوری به من محبت و توجه خودتون رو نشون بدید. کانال رو عضو بشید، زنگوله کنار کانال رو روشن کنید که همیشه جزو اولین کسایی باشید که به محض اینکه من ویدیو رو آپلود میکنم بتونید ویدیو رو دنبال کنید و درس جدید رو تعقیب کنید. و اینکه به دوستاتون به اشتراک بذارید، سوال اگه دارید با من در بخش کامنت ها در میون بذارید و همیشه در تمرینات و درسایی که انجام میدیم لطفاً سوالاتی که میگم جواب بدید و در قسمت کامنت ها پاسخش رو بذارید، با من همراهی کنید که من بتونم شما رو اصلاح کنم و کمک کنم که سریعتر مسیرتون رو طی کنید. ما در کتاب فکر کنم آیکی بود، درودن آنلاتمه یاد گرفتیم. نقل قول کردن رو مثلا میگفتیم چی؟ میگفتیم فلانی گفته. درودن دورو یعنی مستقیما. آنلاتم یعنی یه کسی یه چیزی میگفت، بعد اون چیزی رو که اون نفر گفته رو ما میومدیم همون چیز رو دقیقاً از زبان اون فرد میگفتیم و اون گفتش رو توی یه دونه اینجوری کروشه میذاشتیم، گفته اون فرد رو، و بعد آخرش با ده، حالا دمیش دده، و به این صورت جلو میبردیم. و چیزی که وجود داشت، جمله‌ای که داخل این پرانتز بود، یعنی اون جمله‌ای رو که داشتیم نقل قول می‌کردیم دقیقاً همون جمله رو اینجا می‌نوشتیم، نه هیچ چیزش رو، نه زمانش رو، نه هیچ چیزش رو عوض نمی‌کردیم. و توی امیر کیپیلر یعنی اون چیزایی که دستوری بود، میگفت که به شما یه دستوری و یا یه خواسته امری اگه بود جمله، به هیچ عنوان این رو عوض نمی کردیم. حالا الان میخوایم دولایلی آنلاتمه بگیم. دولایلی آنلاتم چیه؟ ما توی دولایلی آنلاتیم میایم جمله کس دیگه ای رو که گفته با جمله خودمون ترکیب میکنیم و اینجوری چی به وجود میاد؟ یه دونه دولایلی آنلاتیم میاد. به چه صورت؟ مثلا جمله کسی رو که گفته رو میگیم سویلده به این صورت و جمله خودمون رو بهش اضافه میکنیم. دقت کنید که این کار رو توی جملاتی میتونیم استفاده کنیم، توی متنایی که امیر کیپی باشن، یعنی دستوری باشن، امر باشن، ازش استفاده میکنیم. تو جمله‌ای که امیر کیپی باشن به این صورت که فعل بعد از فعل
یه رنگ دیگه. ما بعد از اون ایلیک اکی و بلیرتمه. میدونید اینجا ایلیک اکی پسوندی بود که به کلمه اضافه می کردیم. خب بریم با چند تا مثال این درس رو بهتر متوجه شیم. آنم اصولا وقتی قوانین رو گرامری یا مطلبی رو که میگیم شاید توی اون توضیح اولیه شما اون معنایی که لازمه رو نتونید بگیرید. افراد متفاوت نحوه بیانشون با اون چیزی که ما دوست داریم ممکنه توی یک راستان نباشه، ولی توی مثال ها شما میتونید به اون نحوی که خودتون بهتر مطلب رو متوجه میشید درک کنید مطلب رو. پس حتما اگه فکر کردید یک جایی متوجه قانون گرامری که توضیحش هست نشدید، با دقت به مثال ها گوش بدید، قطعا توی اونها میتونید جواب خودتون رو بگیرید. خب اینجا الان یه دونه دورودن آنلاتمایه یازدیک. الان اینجا قبلا این مدلی، یعنی اون چیزی که قبلا هم یاد گرفتیم این شکلی بود. خب آنم بابا اوه ارکن گل دده. میگه که مامانش داره میگه چی؟ بابات گفته که خونه زود بیا دده. اوه ارکن گل، دقیقا همون جمله امری که بابا گفته توی این نوشتیم بدون هیچ گونه تغییر. خب حالا این رو ما چیکار میکنیم؟ ما میخوایم تبدیلش کنیم به چی؟ به dolaylı anlatım. dolaylı anlatım. چه کاری انجام میدیم؟ آنم مینویسیم. بابا من اینجا چرا بابا نوشتم؟ بنا به من، ببخشید، مادرم به من میگه که اوه ارکن گل. همون جمله مامان رو نوشتم و ادامه دادم. حالا میخوام این رو بکنم دولایلی آنلاتیم. امروز انگار ذهنم خیلی درگیره. آنم بنا. خب اینو مینویسیم تا اینجا اوکیه. حالا برای اینکه این جمله رو با جمله خودمون ترکیب کنیم به چه صورت میشه؟ میشه اوه ارکن gel me söyledi. خب eve erken gel dedi. وقتی که اونجا گل میگه اینجا داره به من میگه گلممه. اینجا بهش طبق قانونی که داره ما که م شده و اگه دقت کنید این م برای شخص، ضمیر شخص اگه او باشه نمیذاریم و اگه
من باشم م میذاریم. ولی خب حالا این رو گفتم شما میدونید. بنیم گلمه م یعنی من. گلمه که خب گفتیم برای ساختار این گلمه و ایلیک اکی استفاده میکنیم. خب یه مثال دیگه. مصطفی سنا yarın ki toplantıya katılsın diyor. خب چی میگه؟ میگه که توی درودن آنلاتما دقیقاً جمله مصطفی رو اینجا گفتیم. سنا به تو میگه که قطعاً toplantıya katılsın. حالا میخوایم این رو تبدیل کنیم به dolaylı anlatım. چی کار میکنیم؟ مصطفی رو که مینویسیم. مصطفی sana Mustafa sana yarın ki اون رو می نویسیم. yarın ki toplantıya هیچ تغییری نمیکنه. خب katılsın اینجا باید تغییر پیدا کنه. چجوری پیدا میکنه؟ کاتل ریشه یا مصدرش رو می نویسیم. کاتل می نویسیم. مصدر رو نوشتیم، حالا باید بهش ما رو اضافه کنیم. کاتل ما، بذارید رنگ سبزم استفاده کنم. کاتل ما، کاتل ما. حالا گفتیم اون داره راجع به اون صحبت میکنه، بهش چی اضافه میکنیم؟ کاتل ما نه. katılmanı söylüyor. خب پس چه کاری میکنیم؟ ویرگولا رو، این کروشه های بالا رو بر میداریم، جمله رو یه دست میکنیم، همه جمله رو مینویسیم. فعل جمله رو که امری هم هست کاتل سن رو تبدیل میکنیم. مصدرش رو مینویسیم کاتل، بهش ما م اضافه میکنیم با توجه به حرف صداداری که توش هست. اینجا ا داریم پس ما مینویسیم. اگه ای داشتیم م مینوشتیم. و در نهایت اگه برای اون باشه با ن، اگه برای من باشه با م. نه و اینجا برای من م استفاده میکنیم تا تبدیل بشه درودن anlatım به dolaylı anlatım. خب یه دونه مثال دیگه. Annesi Zeynep'e kızım lütfen yanıma otur dedi. یا annesi Zeynep'e Zeynep لطفاً yanıma otur dedi. فرق نمیکنه چه بگه دخترم چه اسمشو صدا کنه، بهش میگه که کنارم بشین. حالا ما میخوایم این رو عوض کنیم. اولین اتفاقی که اینجا میفته وقتی که ما استیک داریم، یعنی درخواست داریم، خواستی داریم انجام میدیم، اگه خواستمون اشیا باشه و اگه انسان باشه دن.
استفاده میکنیم. خب اینجا طرف ما کیه؟ زینب انسانه. چیکار میکنیم؟ اصلاح میکنیم و مینویسیم آنسی. اصلاح نمیکنیم، تبدیل میکنیم. هم این درسته، همین چیزی رو که داریم مینویسیم. زینب تن، فستکچه شهاب داره، پ داریم، پس د نمی نویسیم، ت می نویسیم. زینب تن چی میخواد؟ یانینا اتور، بقیهش چی بود؟ باید بهش ما. اتور ما نه. حالا به جای دده میگیم چی؟ رجا ات ت. یا میتونیم بنویسیم ایسته ده. خب چه اتفاقی افتاد وقتی که توی جمله داریم مرتب میکنیم؟ حتما دقت کنید. ببینید کزم لطفاً یعنی ما کنار من بشین. ولی وقتی داریم میگیم آنسی زینب تن، از زینب میخواد چی؟ یا نینا مادر از اون میخواد که بیاد کنارش، پس ما داریم به اون اشاره میکنیم. من الان یه فردیم بیرون از ماجرام، دارم به اون مامانه نگاه میکنم که از بچهش میخواد و من دارم میگم که مادره به بچهش میگه که بیا کنارم بشین، کنارم. زینبتن یا نینا اتور ماسینه، پس مادره از زینب کنار اون نشستن رو میخواد، پس یا نینا میگیم. دلیل این که عوض میشه اونه. ولی اینجا ما جمله کامل رو گفتیم، آنسی زینبه، جمله مادره رو گفتیم. مامانه میگه بیا کنار من، ولی وقتی توی این جمله هست این مامانه نیست که میگه، این یه فرد دیگه است که داره این جمله رو میگه. آنسی زینبتن یا نینا اتورماسینه ایستاده. اون تفاوتی، اون اتفاقی که میفته اینه. اون جمله و این جمله حتما باید پسوندهایی که بهشون اضافه میشن، ضمایر شخصی که باید داخلشون باشد رو بهشون دقت کنید. öğretmen bizi sakın sınıftan dışarı çıkmayın. Ne هست؟ dedi. میگه چی؟ این جمله معلمه میگه که ساکن، یعنی به هیچ عنوان از کلاس بیرون نرین. خب اینجا حالا وقتی بخوایم تبدیلش کنیم دقت کنید، ساکن یعنی داره اینجا خب به چه صورت این رو تبدیل میکنیم؟ öğretmen
bize sınıftan dışarı çıkmamamızı söyledi. میگه که معلم از ما میخواد که بیرون نریم. اینجا ما که قرار بود اضافه کنیم موزه و به این صورت تبدیل کردیم. حالا بریم یه مثال بزنیم، این دفعه برعکسش رو انجام بدیم. تا الان تو این مثال ها دورودن دولایلیه تبدیل میکردیم، الان یه دونه دولایلیه رو بکنیم تبدیل به دورودن. الان این یه دونه جمله دولایلی هست. دکتر امیر beyin oğlu Cihangir'e soğuk su içmemesini, futbol oynamasını ve iğnesini her gün vurdurmasını söyledi. من گاهی وقتا فکر میکنم که اینا رو اگه من خودم نخونم شما شاید اصلا نتونید بخونیدشون که اسمش رسون سیزه با این دستخط من. و حالا بریم ببینیم که چجوری ما این رو تبدیل میکنیم. دکتر که دکتر می نویسیم، دکتر ویرگولش هم میذاریم. امیر beyin oğlu Cihangir'e. خب تا اینجاش که مشکلی نداریم، میدونیم که توی هر دو حالت این تا اینجاش رو مینوشتیم. میرسیم به اینجا که قرار هست ما بیاریم تو کروشه تبدیل کنیم بقیه جمله رو و سویلدی رو بگیم ددی. چی می نویسیم؟ اول چی گفته؟ سوک سو می نویسیم. با اینها اوکییم. سوک سو içmek. خب الان که داریم می نویسیم اینجا این içme سنه اینها اون ترکیبی بود که تبدیلش میکردیم. وقتی میخوایم بیاریمش توی حالت دورودن این پسوندهایی رو هم که اضافه کردیم همه رو بر میداریم. خب soğuk su içmek virgül futbol oynama و چی؟ اینجا هم باز دوباره oynama sene oynama و iğneni her gün vurdur. dedi. چیکار کردیم؟ تمام اون ترکیبایی رو که ساخته بودیم اینه سی رو پاک میکنیم، وردور ما سینو پاک میکنیم، ذاتن سویلدی تبدیل میشه به ددی و تمام اون پسوندهایی رو که بهشون اضافه کرده بودیم برای ساختن اون حالا برشون میداریم و تبدیل میشه به دورودن آنلت. خب بریم و یه مثال دیگه که این مطلب کامل به ذهنتون بشینه. خب annem Asliye beni okulun kapısında bekle. منو منتظر من در مدرسه باش dedi. خب حالا میخوایم این رو تبدیل کنیم. تا حالا توی تبدیل کردنمون اینجا اگه اسم یا چیزی بود اون رو کامل مینوشت. خب بنی پس به جای بنی یا کندینه یا کندیسی مینویسیم okulun
kapısında چی bekle. حالا اون پسونده رو اضافه میکنیم. bekle mesine söyledi. خب پس دقت کنید وقتی که بنی باشه میخوایم تبدیلش کنیم به جای بنی دیگه بنی رو نمی نویسیم منو اونجا میگیم کندیم کندینه کندیسینه فورکان Ayşe ye kendinin bilgisayarını getirmesini söylemiş. حالا داریم همون کار رو دقیقا برعکسش میکنیم. الان اینجا دولایده هست میخوایم به درودن تبدیلش کنیم. اینجا از چی استفاده شده؟ کندی نین مال اون. حالا چجوری تبدیلش میکنیم؟ خب فورکان که نوشته میشه فورکان آیشه دقیقا به همون صورت نوشته میشه. بعد میایم توی چی؟ توی قسمت پرانتز. کندینین میشه سنین. سنین کندی kendisi senin bilgisayarını getir demiş. اینجا میخواد چی بگه؟ اینجا میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که senin bilgisayarını getir کامپیوترتو بیار demiş. خب درس امروزمون رو همینجا به پایان برسونم. یکم طولانی شد. سعی کنید که جمله هایی رو از این دست تمرین کنید و انجام بدید. صفحه 36 کتاب تمرین واسه این هست. حتما برید و انجام بدید. تو بخش کامنت ها هم چند تا از اونا رو با من به اشتراک بذارید که ببینم چقدر مطلب براتون اوکی بوده و اشتباهاتتون رو میتونم درست کنم. خیلی خوشحالم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. فراموش نکنید برای همراهی با من، دلگرمی دادن به من. اگه ویدیوها رو دوست دارید و براتون مفیده حتما لایک کنید و کانال رو عضو باشید. عضو بودنتون و روشن کردن اون زنگوله فقط به شما کمک میکنه که اولین ویدئویی که میاد جزو اولین نفرایی باشید که به اون دسترسی پیدا میکنید و آموزشتون رو به طور مداوم سر یه ساعت مشخص داشته باشید. با دوستاتون به اشتراک بذارید و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. به امید دیدار.